سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشین. من امروز اومدم بعد مدت های آنباکس دارم. اینهاشش میخوام اینا رو براتون آنباکس بکنم. امیدوارم که دوست داشته باشین و اینکه به دردتون بخوری. البته 2 چیز بیشتری به دردتونم نمیخوره، به درد خودم میخوره، ولی خب امیدوارم که خوشتون بیاد. خب حالا بریم با هم دیگه بازش کنیم ببینیم که من چی سفارش دادم. خب از جعبش معلومه که چیز بزرگیه. بریم با هم که بازش کنیم. این چیه؟ قیمتاش هم براتون میذارم. البته 2 چیز بیشتر نیست دیگه، خودم همینجوری زبونی میگم، اگه اشتباه نگم حالا میذارم براتون، زبونی هم میگم. خب داخلشه همین 2 چیز رو سفارش دادم. یکیش اینه، اون یکی هم که صندله. بریم با هم بازش کنیم ببینیم چه شکلیه. خب اول از همه این صندله رو باز میکنم. سایز 38 سفارش داده بودم. بازش کنیم. اینم که تهشه. قیمتشو براتون این گوشه میذارم. قیمتش 95,000 تومان بود فکر کنم، الان درست یادم نمیاد. آره دیگه فکر کنم در همین حد. خب بریم سراغ دومیش. اینه، این یه کاپشنه. الان برای زمستون سفارش دادم، دیدم خوب تخفیف خورده. عذرخواهی می‌کنم، دیدم خوب تخفیف خورده، گفتم بخرم. قیمتش هم الان بهتون میگم که چقدر بوده و تو تخفیف چقدر شده. مشکل خود جنس خوب داره. جیبم که داره، من فکر کردم جیبش از این الکی هاست، یعنی مدل جیبه، ولی خب خوبه. اینم کلاهشه. قیمت اصلیش بوده 2,100,000. من خریدم 700 تومن تخفیف بود. به نظر شما این 2 میلیون میارزه؟ به نظر من که نمیارزه. حالا چرا 2 میلیون بوده من نمیدونم، واقعا نمیارزه. برم بپوشم ببینم چه جوریه تو تنم. خب من پوشیدمش. اینهاش یه خورده کوتاهه ولی خب جنس خوبی داره. اینم کلاهش اینجوریه. چقدر داخلش نرمه، خیلی قشنگه. خب من خریدم، راضی بودم. 2 بود، راضی بودم. خیلی ممنونم که من رو تحمل میکنید. لایک، کامنت، سابسکرایب بهتون نره. عاشقتونم. خداحافظ.